هوا یه جوری گرم شده که کرم و ضد آفتاب هم دیگه جواب نمیده، فقط پماد سوختگی. تنها فرق ایران با جهنم گرماش بود که اونم خدا رو شکر اوکی شد. ای کاش مثل خرسا که خواب زمستانی دارن خواب تابستانی داشتم. این گرما رو میخوابیدم پاییز بیدار میشدم. الانم خوابات همون جوریه، فقط مواقعی که گرسنته بیدار میشی. مگه چیزی هم میگیری بذاری تو خانه که ما بخوریم آقا جان؟ یه هفته از اون یخچال غیر از پارچه آب رنگ دیگه به خودش ندیده. اینجا رو نگاه کنید، یه همکلاسی پولدار دارم توییت زده هر بار تصادف میکنم بابا میگه قربون بچه‌ام بشم که داره با تجربه میشه. اون وقت من یه بار زنگ زدم با آقا جان، گفتم تصادف کردم. گفت یه خط رو ماشین افتاده باشه بیچارت میکنم. گفتم آقا جان ما که ماشین نداریم، یه موتوری زده بشم تو بیمارستانم. گفت موتور یارو که صدمه ندیده که. آخه تو میدونی قیمت موتور چنده؟ خدایا من اگه یه بار دیگه خواستم زیاد به یکی خوبی کنم بزن تو دهنم. خودت ناراحت نکن آقا صفتر، من اگه تحصیلاتم تکمیل شه یک شغل نون آبداری میگیرم همه چی درست میشه. نابغه من با این مدرک لیسانسم دستفروشی هم نمیذارم بکنم تا باج سیبیل شهرداری رو ندم. تو با اون مدرک چه گلی میخوای به سرمون بزنی؟ خسرو اینقدر ناامیدی و پژمردگی پخش نکن پسر، بذار مدرکشو بگیره. مثل که در جریان نیست یا تو این مملکت پخمه ها سر کارن، تحصیلات ملت نمیخوان که. الان از آخوند بپرسی علم بهتره یا ثروت میگه سرقت. یعنی میخوای بگی مدرک تحصیلی توی این مملکت به درد کسی نمیخوره؟ کی گفته به درد نمیخوره؟ من یه بار رفتم دستشویی عمومی، موقع بیرون آمدن پول نداشتم، کارت دانشجوییمو دادم به یارو، گفتم این پیشت باشه من برم پول بیارم. رفتم دیگه برنگشتم. این تنها باری بود که تحصیلاتم به دردم خورد. تا وقتی آخون سر کار است همین آش و همین کاسه است. به نظرم با طرز عجیبی داریم کتاب قلعه حیوانات، بینوایان، الیس در زمین عجایب و سریال اصحاب کهف را همزمان زندگی میکنیم. بس کنید دیگه، ناسلامتی اومدیم پارک تفریح. اصلا بحث اولمون چی بود؟ گرمای هوا و بیپولی من آقا جان. ای تو روحت خامنه، ولش کن، اصلا برگردیم همون بحث قبلی. بحث قبل از قبلیمون چی بود؟ اوه او آخونده رو ببین، با بسیجی مستقیم داره میاد اینجا. محلی ما که از این جانورا نداشت. آقا جان ترکیب گرمای هوا و وضع خراب مالی و آخوند مساویه با پایین آمدن سطح آستانه تحمل. میخوام یه جوری برم تو شکمشان دیگه آدرس محلشان گم نکنن. ازی بلند شو با هم بریم پسر جان، منم میام. اینجور جاها باید دست جمعی رفت. گل گفتی همون صفتر. خودم میدونم.